پروردگارم گفتگی هست با برادرت و با هر مسلمان دست افشانی کن که در این دست افشانیت گناهانت به مثل برگهای درخت در فصل خزان میریزد. گناهت میریزد، من دست افشانی میکنم، سلام میکنم و به خاطر گناهم از گناه پاک شدن این رو به خاطر عبادت. وقتی که این همه رو به نیت عبادت انجام میدهید، پروردگار این نعمتایی که در نظر یک لحظه هست، حالا چند ثانیه دست افشانی چند ثانیه دوام میکنن، بیشتر 10 ثانیه 15 ثانیه زیاد تمام، یا 3 ثانیه. این رو که وقتی که به خاطر پروردگار میگید که این اجر دارد، به خاطر اجرش پروردگار هم گفتگی است که برادرت، برادر مؤمنت، برادر مسلمانت، برادر فرزند پدرت، برادرت از فرزند از پدرت، از مادرت، از خویش اقربا، صله رحم باید مناسبت نیک داشته باشم. به خاطر پروردگارم این رو میکنم، پروردگار اون رو نعمت ابدی میگرداند. یعنی عزت و برکت و سعادت ابدی میگرداند. حالا اونایی که در این زندگی هاشون هیچ چیز نمیبینن، به خاطر شهرت و به خاطر خودنمایی و به خاطر یعنی منمنی و دغدغه و واهمه، بعد هیچ تو آخر عمر بعد شکایت، این کردم و اون کردم، دیگر کردم و دیگر کردم، هیچ چیز دویم شکایت، هیچ راضیگی نیست، هیچ قناعتمندی نیست، هیچ خاطر جمعی نیست، هیچ نعمتی نیست. مسلمان مؤمن باید که به خاطر پروردگار کند، تا اینکه اون انسان میروه دوله به خاطر پدرت کردی پدرت رفت، به خاطر عمه کردی عمه رفت، تمام. حتی هم فرزندی عمه کرد دیگر قدرت نمیکند، میگه چی کردی نکردی، اکرد بود کردی و من چی. وقتی که به خاطر پروردگار هر عملی رو مسلمان انجام میدهد، پس این عملش رو پروردگار نعمت ابدی میگرداند، نعمت ابدی.